میدونستین هر نون یه داستانی داره؟ بیا داستان بابکا رو برات تعریف کنم. در زبان لهستانی بابکا به معنی مادر بزرگه. این نون در گذشته یه نوع شیرینی یا کیک بوده که به مناسبت‌های خاص پخته می‌شده. با گذشت زمان بابکا از شرق اروپا به نیویورک و دیگر نقاط آمریکا میرسه و اینجا بوده که داستان شیرین بابکا وارد فصل جدیدی از زندگیش میشه. در دهه 1920 میلادی برخی از نونوایی‌ها میان دست به تغییرات جالبی در دستور پخت بابکا میزنن. به جای نسخه‌های ساده اون تصمیم میگیرن شکلات و کره رو به مواد اولیه اضافه کنن و اون رو تبدیل کنن به یه خوراکی لوکس‌تر. اما داستان بابکا همچنان ادامه داشت تا اینکه در دهه 1990 تو یکی از قسمت‌های سریال ساینفیلد این نون به طور جدی به فرهنگ عامه وارد شد. در این قسمت جری و الین سر آخرین تکه بابکا بحث می‌کردن و این اتفاق بابکا رو به یکی از نمادهای محبوب فرهنگ یهودی آمریکایی تبدیل کرد. بابکا که در ابتدا نونی ساده و خونگی بود، حالا به یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین نون‌ها در دنیای مدرن تبدیل شده بود. حالا بگیم ببینم